بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما روزداران عزیز و ارجمند در شامگاه هفتمین روز از ماه مبارک رمضان. در خدمت شما خوبان و سروران هستیم در اولین جمعه از ماه مبارک رمضان. این 7 روز خیلی سریع گذشت. اصلا شاید باور نکنیم که هفته اول لحظات دیگر به اتمام میرسه و هفته دوم رمضان آغاز میشه. خوشا به حال اون کسانی که در هفته‌ای که گذشت قدر این 7 روز رو دانستند. چشم هم بزنیم در نماز عید سعید فطر امام تبریک خواهد گفت به کسانی که رمضان رو قدر دونستن و فرصت رمضان رو استفاده کردن. خدا نکنه که در هنگام شنیدن خطبه امام و تبریک و تهنئت امام برای کسانی که رمضان رو استفاده کردن ما حسرت بخوریم که چرا رمضان گذشت و استفاده نکردیم، چرا از این شبهای پربرکت، از این قیامهای تراویح باشکوه، از لحظات پرفیض و معنوی سحر و افطار و از روزهای روزه در این روزهای گرم تابستان، آنگونه‌ای که باید و شاید و آنگونه‌ای که ما رو به رضای الله متعال میرسون نتونستیم استفاده بکنیم. اون موقع دیگه حسرت خوردن فایده‌ای نخواهد داشت چون رمضان به اتمام رسیده است. هنوز فرصت باقی است برای استفاده از این لحظات آسمانی و این لحظات پر از لطف و فضل الهی. رمضان ماه رحمت الهی، ماه نزول قرآن و ماه وصال به الله متعال همچنان به پیش می رود. در خدمت شما عزیزان خواهیم بود به یکی دیگر از برنامه‌های لحظه های آسمانی و جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز در آغاز عرض سلام دارم از طرف خودم و بنمایندگی شما خدمت جناب دکتر. خوش آمدید جناب. سلامکم الله. خیلی خیلی ممنون. بنده هم عرض سلام و ادب دارم، هم خدمت شما و هم خدمت دستاندرکاران شبکه و خدمت شما بینندگان عزیزی که ما رو همراهی میکنید. انشاءالله که روزهای رمضانیتون واقعا رمضانی باشه و امروز هم که جمعه است انشاءالله سوره کهف یادتون نرفته باشه. سوره کهفی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که انسانی که سوره کهف رو تلاوت میکنه این سوره نوری میشه از این جمعه تا جمعه پیش رو و انشالله که روزها و شبهای رمضانیتون پر از طاعت و عبادت باشه، احسن عملا باشه، بیشتر عمل نه بهتر عمل کردن. عزیزانی که زیاد تلاش دارن که بیشتر نماز بخونن، بیشتر قرآن تلاوت کنن مبارکشون باشه، اما یادشون باشه که بهتر بخونن، هم نمازشون بهتر باشه هم طاعتشون بهتر باشه. تنها طاعت و عبادت نماز و قرآن خوندن نیست، عمل کردن به دستورالعمل نماز و قرآن، رسیدن به همسایه، کمک به مستمندان، خوش اخلاقی. یعنی نباشه که خدای نکرده بهره انسان از روزه تنها گرسنگی و تشنگی باشه، علیاذ بالله. نه اصلا شما که روزه دارید باید جسمتون، گوشتون، چشتون همه روزه باشه. حق ندارید حرف بد بگید، حق ندارید داد بزنید، حق ندارید عصبانی بشید. اینا همه از معانی روزه هست و روزه تنها گرسنگی و تشنگی
نیست. در خدمت شما عزیزان هستیم و استاد سلیمانی امر بفرمایند و ما هم تابع فرمان. همونجور که جناب دکتر اشاره فرمودن امروز جمعه هست و جمعه ها ما رو وقتی که یاد میآوریم روزهای جمعه رو، یکی از آدابی که در جمعه بسیار مطرح هست و از آن عبادت هایی که همیشه مسلمین سعی میکنن در روز مبارک جمعه اون رو انجام بدن، تلاوت سوره مبارکه کهف هست. روز جمعه خودش نور هست، باز وقتی که در رمضان میشه دیگه باز نورون علی نور است و در روز جمعه سوره کهف تأکید شده که تلاوت بشه و از اونجایی که ما در این برنامه های لحظه های آسمانی به همراه شما عزیزان تأکیدمون بیشتر بر این بوده در این ماه مبارک رمضان تا در تعامل اون با قرآن کریم و در رفتار با قرآن کریم یک دید جدیدی داشته باشیم و یک نگاه جدید و از مرحله تلاوت تعبد بریم جلوتر و به مرحله تلاوت تدبر برسیم و اون اصل و هدف اصلی قرآن کریم. درباره سوره کهف صحبت کردن به نظر میرسه که لازمی است، چرا که ما الفاظ سوره کهف رو اکثرا عزیزان در روزهای جمعه در روزهای جمعه سوره کهف رو همه عزیزان، اکثر عزیزان من یقین دارم که انشاءالله تلاوت میکنن. در سوره مبارکه کهف چرا روزهای جمعه خونده میشه؟ چرا تأکید هست برای خواندن این سوره و چی داره این سوره که این سوره رو متمایز کرده و متفاوت کرده از دیگر سوره های قرآن کریم؟ سوره‌ای که در جزء 15 قرآن کریم قرار میگیره و در این سوره قرآن قبلش و بعدش نصف این طرف و نصفش اون طرف، خود سوره هم نصف اولش در پایان نیم جزء نیمه اول قرآن و نصف دیگرش در ابتدای نیمه دوم قرآن و حرف وسط قرآن و کلمه وسط قرآن اگر تعداد حروف رو حساب بکنیم در سوره کهف به وسط میرسه دیگه، اینجا نصف میشه. در خدمت جناب دکتر خواهیم بود در لحظاتی که پیش رو داریم در این برنامه تا درباره سوره کهف بیایم بیشتر صحبت بکنیم و ببینیم که این سوره برای ما چه داره که در جمعه ها انقدر بهش تاکید میشه. جناب دکتر، سوره کهف. سوره کهف استاد سلیمانی همونطور که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند که وقتی که انسان سوره کهف رو میخونه نوری بین بسیار یه هفته بسیار چراغی میشه، هفته فراراه مسیرش رو بسیار روشن میکنه در طول این هفته، از این جمعه تا اون جمعه، از این جمعه تا اون جمعه و باز جمعه بعد همین حکایت تکرار میشه و اینی که خوندنش بسیار روز جمعه سنت هست و عبادت هست، این باعث میشه که یک نوع استمراری داشته باشه. چرا؟ چونی که من فرد کی هستم؟ من فرد در مقابل این جامعه مسئولم، اما خب قدرت ها و توانمندی های من چه اندازه است؟ خب من یا یه فرد معمولی هستم که هیچ قدرت و توانی از دستم نیست، یعنی یک فرد عادی در جامعه هستم، عالم نیستم مثلا، ثروتمند نیستم، یا یه فرد عالم و عالمی هستم، یا یه فرد ثروتمندی هستم، یا فرد نیرومندی هستم. خب یکی از این موارد هستم. در هر یکی از این موارد شما در چراغ راهتون که در مسیر هست، خب این است که در مقابل این دعوت و دین و جامعه مسئولیت داریم. واسه همین این سوره عبارت است از چند تا قصه که این قصه ها با هم یه جوری ربط پیدا کردن. اول میبینید که قصه اصحاب کهفه. اینجا جوانایی هستند که دین دارن اما هیچ گونه قدرت تغییر آفرینی در جامعه رو ندارن، با یک جامعه بزرگ روبرو هستن. خب در قبال این جامعه چه مسئولیتی دارن؟ این رو باز در این قسمت از قصه میدونیم که سوره هم به نام این هست و سوره هم به نام این هست، چون که محور اصلی کار آفرین اینا بودن. یعنی هیچ توانی نداشتن اما خیلی کردن و نامشون ماندگار در قرآن کریم. و بعد از اون میاد قصه دیگه هست، قصه افرادی بودن که ثروتمند بودند، مال و ثروت داشتند، باغ‌ها داشتند، اصحاب الجنتین، دوتا افرادی که باغ داشتن. خب این مال و ثروت داره،
کسی که مال و ثروت داره، این مال در واقع مال اون نیست، مال خداوند هست، امانت هست پیش اون رو مسئول کرده که این رو بچرخونه. وما بكم من نعمت فمن الله. خب حالا این افراد، کسی که در این مال داره، چطور از مالش به نحو احسن استفاده کنه، چطور اون رو نور یا راهش رو به اصطلاح با این مال به پیش ببره، با ثروتش. یه فردی دیگه هست که علم و دانش داره، ثروت نداره. قصه حضرت موسی و حضرت خضر که به اصطلاح این حضرت موسی با وجود جایگاهی که داره، پیامبر هست، عالم هست، اما یک کسی رو که از اون در مواردی بیشتر میدونه، اون رو به عنوان استاد خودش انتخاب میکنه و مسیر رو ادامه میده که در خود این قصه خیلی درس ها و عبرت هاست و تنها همینی که یک تصوری به ما میده که از اون چیزی که ما نمیدونیم و تقدیر الهی است چطور با اون برخورد بکنیم. مواردی که همیشه جلوی ما رو میده و ما فکر میکنیم که این یک فاجعه است، یک مشکل بزرگه، یک بلاست، اما میبینیم که بعد از این بلا یک اصطلاح فرجی هست، یک نعمت الهی است، یک چیزی بود که اصلا ما تصورش نمی‌کردیم. حکمت‌های پشت پرده است که ما نمی‌دونیم. یه مورد دیگه هست که آدم قدرتمنده. حالا قصه ذوالقرنین هست. ذوالقرنین قدرتمنده، در چه سطحی قدرت داشته باشه، حالا حکومت دار باشه، سرلشکر باشه، یا مدیر چند نفر باشه، یا نمیدونم مسئول خانواده‌ای باشه، تحت امری داره. تحت امری هر کسی زیر دستی میتونه داشته باشه. الان با این زیر دست یا با این قدرت چطور رفتار کنیم و چطور بندگی خودمون رو، چه نیرومند باشیم، چه مالدار باشیم، چه صاحب علم باشیم و چه هیچی که از این موارد رو نداشته باشیم، خودمون رو داشته باشیم. خودمون که داریم، این نعمتی هست. جالبی هست وجود خودمون. این سوره اصلا با الحمد شروع میشه. سوره الکهف با الحمد شروع میشه. حمد وقتی شد، شکر الهی، اصلا خود کلمه حمد برگرفته از بیانگر این است که یه عالمه نعمت هست، یه عالمه نعمت‌های الهی هست که من دارم میگم الحمدلله. خب میگه آقا من چه نعمتی دارم؟ زنم مریض، نمیدونم شکست خوردم، تجارتم فلان شده. بابا زندگی هستی، بزرگترین نعمت. ایمانت، ببین یه چشم بنداز ببین که تو این دنیا چقدر انسانهای کافری هستن که این کافرای بیچاره یعنی از نعمت اسلام و ایمان محرومن. هم کالانعام بل هم اضل، مثل حیوونا زندگی میکنن، از حیوونا هم پستر و پلیدتر. تو خداوند به نعمت اسلام و ایمان، این نعمت بزرگ و ارمغان الهی رو نمیبینی؟ در کنار نعمت اسلام، نعمت زندگی، نعمت وجود در یک جامعه، نعمت‌های دیگه‌ای که به ملموس هست و داری حسشون میکنه. همین حس کردن خودش نعمت عقل و شعور و دانش، دیدن، شنوایی، بینایی، لمس کردن، همه اینها، هر کدوم از این حواس یک نعمت. غیر از این حواس، همین دنیایی که توش هستیم، این حیواناتی که تو این دنیا خدمت من میکنن و برای من خلق شدن، این آسمون ها، این زمین، این درختان، این ماه و گردش ستارگان، ابر و ماه و خورشید و فلک، همه در کارن تا نانی به دست آری و به غفلت نخوری. همه اینا نعمت های الهی. الان جالب اینجاست، در این سوره یک به اصطلاح اشاره‌ای هست که من وقتی که میخونمش یه مقداری مو جسمم سیخ میشه و میگم که خدایا، ما میاییم میگیم که ما پیروان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستیم و احیانا خودمون رو گم میکنیم. این آیه بسیار عجیب هست، آیه 6 سوره کهف که خطاب هست به شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و یک برنامه تربیتی برای تمام بشریت. فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چقدر اهتمام میدادن
به اینی که تمام افراد بشریت تک تکشون هدایت بشن. قصه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رو با اون بنده خدا یهودی میدیم. بچه یهودی بود، مریض بود، سکرات موت بود، پیامبر دوان خودش رو رسوندن اونجا که این طفل داره میره و بهش میگه پسرم بگو لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. پسر تو اون حالت ضعف بیماری، باباش هم کنارش هست، یهودی گردن کلفت بدجنس، خب میترسه که پدر عصبانی نشه الان مهم وضع دعواش نکنه. نگاه میکنه به پدر میدونه پسرشه، جگرگوششه و از ته دلش میدونه که پیامبر راست دوست. میگه پسرم اطیع ابوالقاسم، اگه من بدبخت نمیتونم پیرو محمد مصطفی باشم، پسرم تو الان راه گریزی نداری، الان شاید لحظه های آخرت باشه، اطیع ابوالقاسم، حرف پیامبر رو بشنو. و پسر میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، وفات میکنه. پیامبر میاد بیرون خوشحال، صورتش مثل خورشید میدرخشه. چی شده یا رسول الله؟ الحمدلله الذی انقذه بی من النار. الله شکرت خدا رو تو رو سپاس که این بنده خودت رو به دست من از آتش جهنم نجات دادی. یه جای دیگه میبینیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک انسان پلید، فاسد، جنایتکار، غیر مسلمان هم میمیره، اشک پیامبر میریزه. میگن یا رسول الله بهتر که مرد، مردی که یهودی بود و خیلی هم بدجنس بود. میگه نه، نفس افلتت منی الی النار. این یه انسانی بود که من میخواستم بگیرمش، از آتش جهنم نجاتش کنم، اما از دست من در رفت، نشد، افتاد تو جهنم. این پیامبری که هم و غم و داشت خودش رو تلف میکرد، از بس که در فکر مردم بود داشت ضایع میشد. خداوند متعال دست پیامبرش رو میگیره، فلعلک باخع نفسک علی آثارهم. تو داری خودت رو ضایع میکنی، تو داری خودت رو تلف میکنی که اینا مسلمون نمیشن ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. تأسف میخوری که اینا مسلمون نمیشن، این کار تو نیست. به این حد هم نه. من میخوام از اینجا این برداشت رو بگیرم به اون عزیزان، به خصوص اون مادرای عزیزی که زیاد با ما در تماسند و هی مینالند که نمیدونم پسرم ضایع شد، پسرم چنین میکنه، پسرم چنان میکنه. خودشون رو کشتن که چی؟ یکی از فرزنداشون راه به کج رفته، یا اون همسری که به اصطلاح به ما میگه که شوهرم معتاد شده، شوهرم فلان شده، عزیزم از دستم رفت فلان. عزیزای من، شما وظیفتون این نیست که شوهرتون رو درست کنید، وظیفتون این نیست که فرزندی که ناخلف شده خودتون رو ضایع کنید برای اون. خودتون رو نگه دارید، اینی که خودتون رو بسازید. وظیفه شما این است که بهترین باشید برای فرزندی که دارید، برای شوهری که دارید، برای همسری که دارید، برای برادر و خواهری که دارید. اما اگر کج رفت، وظیفه شما اینه که اون رو دعوتش کنید، اون رو بهش خوبی کنید، این قرآن رو به اون نخورونید، به خودتون بخورونید. شما قرآن عملی باشید، انعکاس شما در اون پیدا میشه، اون حتما درست میشه. نشد، شما وظیفه خودت رو انجام دادی دیگه. اینی که بیای زجر بکشی، خودت رو عذاب کنی، خودت رو داغون بکنی، زندگیت رو تار بکنی، همیشه در غم و غصه باشی که نمیدونم فلانی کج رفت میل خودش. مگه حضرت نوح علیه السلام فرزندش کج نرفت؟
مگه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عزیزترینش تبت یدا ابی لهب نشد؟ مگه ابو طالبی که این همه زحمت کشیده بود انتخابش به خودش؟ بعد از این میاد آیات سوره قصه کهف. قصه کهف یه عجیب قصه است. قرآن در عموم کتاب تاریخ نیست، کتاب قصه هم نیست، کتاب موعظه است، کتاب زندگی است، برنامه زندگی است. الان میاد برای ما نمونه برداری میکنه از تاریخ که آقایون شما که این قرآن برنامه زندگی شما هست، افرادی پیش از شما هم بودن، برگ‌هایی از زندگی بشر رو برای ما نشون. این برگ‌های زندگی اونا رو نگاه کنید تا شما از اونا درس بگیرید، تا قوانین زندگی رو یاد بگیرید، تا شیوه اجرای این قوانین رو ببینید. تصویری که قرآن کریم از اصحاب کهف به ما میده یه تصویریه که وقتی شما این رو نگاه میکنید انگار که شما اونا رو دارید با چشم سرتون میبینید، انگار احساس میکنید که اینا کنار خود من هستن، من توی همون فضام. خب و جالب اینجاست که ببین ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. اول یه خلاصه قصه رو میاد، بعد میاد تفسیر این قصه رو باز میکنه و در هنگام باز کردن قصه به ما گوشمون رو میگیره که نکنه به چیزایی که بهتون ربط نداره به اونا مشغول بشید، نکنه که مثلا اون چیزایی که به شما ربط نداره با اونا مشغول بشید، از لب موضوع دور بشید. خیلی وقتا هست که ما همینطور بشیم که آقا اومد حضرت نوح علیه السلام مردم را با کشتی برد. آقا کشتی با پارو میزدنش یا نمیدونم اون چی میگن بادبان داشت یا موتوری بود؟ این رفتن گم شدن از موضوع، تو لب موضوع باش. با وجودی که بستش میده تو رو میذاره توی فضای قصه، احساس میکنی که در کنار اصحاب کهفی و همچین هیبت داری که نکنه که سگشون هاپ هاپ کنه. در این فضا یهو بهت میگه که نه موضوع باشا، کش ندی که چند نفر بودن، 3 تا بودن، 5 تا بودن، 7 تا بودن، اینا به تو ربطی نداره. اصل موضوع اونجایی هم که تفصیل میده، ببینیم بعداً خواهیم دید که این تفسیرش هم تصویر زنده موضوع رو هم طوری میده که این تصویر هر یکیش یه نقطه هست، یه درسه و یه برنامه زندگی است. بعد در آخر میاد میگه که چیکار باید کرد. این قصه رو شنیدی، فهمیدی، الان بهرهایی که از این دست میگیری. پیامبر من فکر نکن که این قصه اصحاب کهف یه چیز عجیبی هست، خیلی ساده است. ما آیات الهی خیلی عجیب تر از این است. یک نظر انداختن به آسمون ها و زمین و زندگی بشر و رزق و روزی که از کجا میاد و همه اینها آیات الهی است. انتم اشد خلقا ام السماء بنا. یعنی زندگی شما چی؟ آسمون، قصه آسمون چیست؟ اون وقتا شاید برای بعضی و فهمیدن این آسون نبوده، اما برای ما امروز که میگیم آقا من فرد در این زمین کجام؟ میگه آقا این زمین اینقدر بزرگه که توی فرد مثل یه سلولی از مورچه هم کوچکتر. خب این زمین توی کهکشان کجاست؟ اصلا پیدا نمیشه. الان میبینیم که این آسمون ها چه به اصطلاح خلقت و چه آیتی از آیات های الهی هستند. میگه اذ اول فتیه الی الکهف، یک جوونایی بودن، قصه اصحاب کهف یه چند تا جوون بودن. جالب همین است که نمیگیم 5 تا بودن 4 تا بودن، چند تا جوون بودن. خب که این چند تا جوون اومدن توی منطقه خودشون میخواستن اسلام رو اولا دریافتن، ایمان رو دریافتن، دیدن که مثلا این مردمی که دارن بت میپرستن، گاو میپرستن، قبر میپرستن، 1000 تا اشکال میپرستن، خرافاتی هستن، اینو کجا دارن میرن؟ اینا عقلشون رو به کار انداختن، خداشون رو دریافتن، هدایت شدن. اومدن که این مردم رو هدایت کنن. گفتن که باید بریم رئیس رو بگیم، پادشاه رو بگیم. رفتن پادشاه تو طوری کج میری و راه اینه.
وقتی که پادشاه رو دعوت کردن، مردم رو دعوت کردند، خب پادشاه دید که این دعوت کردن یعنی چی؟ یعنی اینی که منی که پادشاه هستم، منی که مالک همه اینا هستم، همه زیر نظر من هستن، توی زیر قدرت من هستن، الان بشن مثل منم بشن مثل اونا، دیگه من برده نداشته باشم، من این همه اباحت دروغینی که ساختم و مردم رو به بردگی کشیدم اینا همه از بین میره، خدایی من از بین میره. اینا رو گفت که نه، برمیگردید به دین پدرانتون و الا گردنتون رو میزنم. اینا دیدن که ما نمیتونیم این جامعه رو تغییر بدیم و تحمل کنیم، اینا تحمل ما رو ندارن و ما توان تغییر هم نداریم. درست. و جلوی راهمون چه هست؟ یا اینی که ما رو میگیرن شکنجمون میکنن و ما مجبوراً برمیگردیم همون دین اونها رو میگیریم، یا اینی که کشته میشیم. پس بچه‌ها چیکار کنیم؟ تصمیم بر این شد که ما فعلا از اینجا میریم بیرون، بریم یه جایی یه فکری بکنیم، از چنگ اینا اول خلاص بشیم، بعد یه فکری بکنیم که چی میشه کرد. اینا حرکت کردن. اذ اول فتیه الی الکهف. کجا رفتن؟ رفتن یه جایی یه غاری رو دیدن. خب گفتن تو همین غار یه استراحتی بکنیم. کهف یعنی غار. یه غار. مثلا کن اصحاب کهف یعنی یاران غار. یاران غار. سوره کهف یعنی سوره غار. سوره غار. رفتن. غار اصلا چی هست؟ غار وقتی ما میگیم غار، اولین چیزی که به ذهن میاد یعنی یه جای تاریک که کسی نبیندشون، پنهان شدن و یه جای تنگ. اینا رو ببین. اذ اول فتیه الی الکهف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمة و هیئ لنا من امرنا رشدا. اومدن تو این جای تاریک و این جای تنگ، فرار کردن از اون زندگی، وسعت زندگی و نعمتی که توش بودند و آرامشی که توش بودند، هجرت کردن. چند تا جوان با کلی امید و آرزو تمام امیدهاشون رو گذاشتن، آرزوهاشون رو گذاشتن، خانواده هاشون رو گذاشتن، مال و ثروتی که داشتن گذاشتن، جامعه رو گذاشتن، هجرت کردن. یعنی اینی که این ایمانی که خداوند بهت میده، این ایمان بها داره، ارزشمنده، از همه چی ارزشمنده، از مال و ثروت و پدر و مادر و زندگی و از همه چیز با ارزش تره. نگفتن که من نامزد دارم میخوام ازدواج کنم؟ همشون نامزد داشتن، جوون بودن، یا زن داشتن یا نامزد داشتن یا فرزند داشتن. نگفتن که این کاخ و بازار و زندگی و مال چه کار کنیم؟ اینا رو داشتن و ارزشمند بود، اما وقتی که در مقابل اینها ایمان رو دیدند، اونها کلن فراموش شد. یعنی اینا مال و زندگی ارزشمنده، درسته، اما وقتی که میگه زینت الحیات الدنیا است، المال و البنون زینت الحیات الدنیا، ارزش های زندگی است، جمالیات و زیبایی های زندگی است، اما در مقابل ایمان وقتی اونا رو نگاه کردن دیدن که اونا هیچ نیست. و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعه. در سوره نساء آیه 100 خداوند متعال یک قانون میذاره، امکان داره زمین و زمان به هم بخوره، اما امکان نداره که قانون الهی کجراست بشه. ولن تجد لسنت الله تبدیلا. ولن تجد لسنت الله تبدیلا. هرگز امکان نداره که اون قانونی که خداوند گذاشته باشه اون عوض بشه یا تغییر پیدا کنه. و من اصدق من الله قیلا. امکان نداره. و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا. کسی که در راه خدا هجرت میکنه، خداوند برای اون گشایش و رفاه زندگی میاره. از زندگی و از ملک فرار کردند، رفتن تو غار تاریخ و تنگ. این غار براشون از کل اینا بهتر شد. اینا اگر تو قصرشون میموندن، تو زندگیشون میموندن، چقدر عمر میکردن؟ به اندازه دوربریاشون دیگه.
آقا 100 سال 100 سال 200 سال آیتش میتونستن آرام بخوابن؟ دغدغه و درد سر و همه. این غار شد براشون گهواره. 309 سال آرام خوابیدن، نه زمین اینا رو خورد نمردن خوابیدن. 309 سال 3 قرن. 3 قرن یعنی چی؟ 3-4 نسل. یعنی 5-6 نسل عوض شد. پادشاهی که میخواست اینا رو بکشه مرد، خاک شد و رفت. بچهش یا بعدیش که اومد مرد، خاک شد و رفت. بعدیاش که اومدن رفتن، مردم مردن، خانواده هاشون مردن، اهل و عیالشون مردن. موند چی؟ اینا موندند و نامشون. کسی از اینو خبر نداره. مردم خبر دارن که همچنین حکایتی بود، اما نمیدونن کجاست. کجا شدن اینا؟ همه اون پادشاه دستور داد که اینا رو بگیرید، باید اینا کشته بشن. انسانی که ایمان رو انتخاب کرد، همین انتخابش یک دعوته، حتی اگر هیچ کاری نکنه. این اصحاب کهف نموندند که اونجا دعوت کنن، رفتن، اما خبرشون موند. دشمن اومد بر علیه اینها جبهه گیری کرد. آقا اسمشون رو بذارید، هر جا اعلام کنید، اینا رو با این شکل و قیافه، اینا اگر پیدا شدن، این هر که پیداشون کرد جایزه داره، گردنشو میزنیم، فلان میکنیم. اینا بر علیه نظام قیام کردن. این مهاجر در راه خدا. فکر نکن اگر تو شهرت رو رها کردی به خاطر ایمانت، من اگر از اینجا برم مردم چی میشن؟ مردم خدای خودشونو دارن. تنها رفتن تو مثل یه بمب صدا میکنه. همه میگن آقای فلانی چی شد که رفت؟ آقا مسلمون شد. یعنی چی؟ مسلمون شد، حکومت خواست بکشدش، فرار کرد از دست. پس این اسلام چیه که این فرد به خاطر دینش از همه چیزش گذشت؟ یه جامعه رو تکون میده. من یادم هست یکی از دعوتگران نامدار سرزمین ایران در جنوب ایران شیخ صالح زیایی بود. محمد صالح زیایی، خدا رحمتش کنه. شیخ زیایی فعالیت ها داشت، خیلی کارو کرد، تا اینی که دشمن احساس خطر کرد، نظام صفویت آخوندی ولایت فقیه اومدن کشتنش، تیکه پارش کردن. فکر کردن که ما این رو میکشیم همه چی تموم میشه. من امروز میام هر یک نفری که در جنوب ایران زندگی کنه بیاد به من بگه خون زیایی بیشتر کار کرد یا زبان زیایی؟ خونش. امروز تو هر خونه و کوچه جنوب ایران، فارس و بندر عباس و این منطقه کلش، تو هر جاش یه زیایی پیدا شد. اصحاب کهف رفتن، جوونا رفتن، پشت سرشون چی شد؟ انقلاب شد. پشت سرشون پادشاهی اومد مسلمون، جامعه اومد مسلمون، قصه اینها بر زبون که آقا یه زمانی یک افرادی بودن، این افراد این کار کردن، اسمشون همه میدونن، چی شدن خدا میدونه، غیبشون زد. ببینید جالب اینجا، اذ اول فتیه الی الکهف فقالوا، رفتن اونجا در کهف نگفتن خدایا ما رو کمکمون کن، خدایا ما رو پیروز کن، خدایا ما رو بر اینها چیره کن. نه، ربنا آتنا من لدنک رحمة، خدایا به ما رحمت بده، به حال ما رحم کن. و هیئ لنا من امرنا رشدا، و به ما رشد بده، به ما آگاهی بده، به ما بینش بده که ما راه حق رو بشناسیم. رشد یعنی چی؟ حضرت موسی میاد پیش خضر علیه السلام، میگه که خضر جان اجازه میدی که من
پیرو تو باشم، دنبال تو باشم، تو مرشد من باشی، منو راهنمایی کنی که چی؟ تعلمنی مما علمت رشدا، که به من یاد بدی از اون رشدی که به شما داده شده. ما افراد داریم به سن بلوغ میرسن اما به سن رشد نمیرسن. سن رشد یا مرحله رشد غیر از مرحله بلوغ هست. الیس منکم رجل رشید، الیس منکم رجل رشید. حضرت لوط میاد میبینه که کل جامعه دیوونه شدن، کل جامعه به انحراف کشیده شدن، حرفی میزنن، حرف فساد اخلاقی. میگه الیس منکم رجل رشید، یه آدم عاقل تو شما پیدا نمیشه که به رشد رسیده باشه، یه آدمی که سن رشد رسیده باشه، عقلش کار بکنه. یعنی اینه که بدونه حق چیه، باطل چیه. در آیات رمضان هم جناب دکتر وقتی که از دعا مطرح میشه الله تعالی میفرماید لعلهم یرشدون، اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، که چی بشه؟ لعلهم یرشدون. که در رمضان ماه دعا، بیا با خدات انس پیدا کن، خدا رو بشناس، از خدا بخواه که خود این خواستن از خدا و در کنار خدا بودن تو رو چی میکنه؟ لعلهم یرشدون، تا که شاید تو به مرحله رشد برسی. امید است که به مرحله رشد برسی، بیایی بدونی که حق چیه، باطل چیه، از کجا باید رفت، چطور باید رفت. رشد یعنی اینی که ما بدونیم ولی مرشدای ما خداست، دوست عزیزی که ما رو رشد میده، راهنمایی میکنه، حقیقت رو به ما نشون میده خداست. اینی که ما میبینیم بعضی از افرادی که خودشون رو به اصطلاح فیلسوف جا میزنن، خودشون رو نمیدونم اهل فلان و فلان متنور میکنند و میان موندند، همین چی کرم شب تابی از غرب نور میده میره چششون وامی میشه. چرا؟ چون که رشد ندارن، آگاهی ندارن، آفتاب تابان خودشون رو نمیبینن، اسلام رو نمیبینن، محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم رو نمیبینن، قرآن رو نمیبینن، یک کرم شب تابی رو در غرب میبینن. اصحاب کهف رفتن در غار و از الله متعال رشد خواستن و 309 سال خوابیدن. اجازه بدید همینجا در خواب اصحاب کهف اونها رو بگذاریم، برمیگردیم به همراه شما بینندگان عزیز. میام برنامه میبینیم ان شاء الله، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود با ادامه حکایت جذاب و شیرین اصحاب کهف.
القصة حتى ترأف بي، بل أصنعها بالإصرار الملتهب. بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران در این لحظاتی که به یقین میتوان گفت در طول سال چون این لحظاتی تکرار نخواهد شد، هم غروب و نزدیک غروب جمعه و هم رمضان نزدیک افطار. جمعه های رمضان به مانند خودشون در طول سال به یقین ندارن مگر یک جمعه دیگری در رمضان، و مخصوصا وقتی که ساعت پایانی روز جمعه فرا میرسه که ساعت استجابت دعاست به قول راجح تر در کل جمعه های سال، و باز وقتی که این وقت متقارن میشه با آخرین لحظات روزداری و نزدیک افطار، لحظات بسیار زیبایی است، لحظات بسیار ملکوتی است، و هم حتما عزیزانی که دعا میکنن و دست به دعا بلند کردن، ما و همکاران بنده و همه دعوتگران رو هم از دعای خیرشون فراموش نخواهند کرد. اصحاب کهف ایمان آوردن و از اونجایی که جامعه اونها رو بر نتافتن و اینها هم تاب تغییر و تحول در جامعه رو نداشتن، به غاری پناه بردن تا فکر بکنن که چی کار باید بکنن و از الله متعال خواستن تا برای اونها رحمت و رشد عطا بکنن. ادامه داستان جناب دکتر 15 دقیقه وقت داریم فقط. ما میخوایم که در این داستان فقط اشتهای بینندگان رو باز کنیم، همون کاری که قرآن کریم در دعای اول کردن که به اصطلاح آیه بعدیش میگه که ثم بعثناهم، خوابیدن ما بیدارشون کردیم. خب کل داستان در همین دو تا آیه بود. بعد از اون دوربین برمیگرده به کجا؟ 300 سال قبل دوباره 309 سال پیش که قصه از اینجا آغاز میشه. نحن نقص علیک، یعنی قصه رو از اینجا برای شما آغاز میکنیم که خبرشون چی بود؟ انهم فتیه آمنوا بربهم وزدناهم هدا. اینا جوانایی بودن ایمان آوردن به پروردگارشون و خداوند اینها رو هدایت داد. حرکت از اینا بود زدناهم هدا، هدایت رو خودشون آغاز کردن، خداوند بیشتر بهشون هدایت داد. هر کی بخواد تغییر بکنه و تحول ایجاد بکنه و بخواد اصلاح بشه، حرکت بکنه، الله تعالی خود به خود مسیر براش فراهم میکنه. دقیقاً. فقط یه استارت بزن، یه حرکت بکن، بعد ببین که خداوند متعال راه رو به سود این ماشین مثل این ماشینایی که میخوابه، موتور اول باتریش میخوابه، یک حرکت بده خود به خود دیگه میره. تو حرکت دقیقاً بکن خود به خود این هدایت تو رو میبره. چی اتفاق افتاد؟ اولا انهم فتیتون که هیچ اصلا مطرح نبود آقا کی هستند، اسمشون کیه، چجور بودن فلان، نه اسم مهم نیست، اسم مهم نیست، کار مهم. جوونایی بودن، جوون مردایی بودن. این دین جوون مرداست. کسی که تغییر در خودش پیدا میکنه این جوون مرده. کسی که جامعه رو عوض میکنه این جوون مرده. آدم بزدل نه مال این دین هست، نه درد این دین رو میخوره، نه درد این دعوت رو میخوره. انسان میمیره یه بار میمیره، اما این مرگش مرگ جوون مردی باشه، زندگیش زندگی جوون مردی باشه. رجالون صدقوا ما عهد الله علیه. دین چی؟ نه مرداست. رجال لا تلهیهم تجارت. یعنی نه دنیا اونا رو میتونه گول بزنه، نه از کسی ترس و واهمه ای دارن، امیدشون به خداست، پیش برو. مردانگی یه صفته. مردانگی یه صفته، مال مؤنث مذکر نیست. مؤنث میتونه زن میتونه شیرمرد باشه، مردم میتونه جوان مرد باشه. انهم فتیه آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. میگه آقا دلم هر ریخت، دلم شکست،
بزدل آقا نه، و ربطنا علی قلوبهم، تا جوون مردی رو انتخاب کردن، ربطنا علی قلوبهم، خداوند بست این دلاشونو. بست یعنی چی؟ بست با ایمان، بست با صبر، بست با تقوا، بست با جوون مردی، با جرأت، با شجاعت. و ربطنا علی قلوبهم، چه وقتی؟ اذ قام فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. یعنی اینی که خودشون حرکت کردن، اذ قاموا، وقتی که بلند شدن از تو توفیق از خدا، بلند شدن از تو استقامت بخشیدن از خدا، بلند شدن از تو ربطنا علی قلوبهم، جرأت و شجاعت دادن، صبر و استقامت دادن از خدا. فقط نیازه که تو حرکت کنی. فاذا عزمت فتوکل علی الله. عزمت فتوکل علی الله. عزم کردی توکل کن. عزم کردی، تصمیم تو گرفتی، شروع کن. قل آمنت بالله ثم استقم. بگو ایمان آوردن بر خدا، بعد استقامت کن، یعنی رو راه برو. وقتی که رو راه رفتی یعنی هدف داری، به طرف هدف رو استقیم، یعنی مستقیم باش. کجا میخوام برم؟ به توی هدف. پس هر انسان مؤمنی باید هدف داشته باشه، هر انسان مؤمنی باید به سوی اون هدفش بره. رساندن این دعوت، این نعمتی که خداوند متعال داده به من، این ایمان به دیگران، این وظیفه منه، وظیفه یک مؤمنه. تا اونجایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فلعلک باخع نفسک میشد، نزدیک بود که از غم و غصه نزدیک بود از غم و غصه هلاک بشه، خودشو از بین ببره. اینقدر باید تلاش کنی، سعی کنی، اما نباید غم و غصه بخوری. کارتو بکن، توکلت بر خدا باشه. ربطنا علی قلوبهم میشه، خداوند توفیق میده و میری پیش. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة. الان تشخیص میدن جامعه چی هست. جامعه ببینید اومدن کفر رو انتخاب کردن، به خداوند شریک برای خدا قائل شدن، قبر میپرستن، بت میپرستن، گاو میپرستن، نمیدونم پادشاه میپرستن، آقا دستور حکومته، نمیدونم فلان حکومت میپرستن. نه، اینا راشون کجه. تصمیم گرفتن چیکار کنند؟ و اذا اعتزلوهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف. از مردم گوشه گرفتن که فکر کنند که چیکار کنیم. رفتن به چی؟ به کهف. کهفی که جای غاری که جای تاریکی و تنگی است. چی شد؟ ینشر لكم ربكم من رحمته و یهیئ لكم من امركم مرفقا. رفتن تو این جای تنگ تاریک، این خداوند این رو با رحمتش گسترش داد. گسترش جایی که انسان در اون سینه‌اش گشاده است، احساس آرامش میکنه، احساس نمیکنه که اونجا در مضیقه است. ولی اینکه داخل غاری هم هست، داخل غار هست که براشون یک انشراح صدر پیدا شد. در حالی که همین افراد، همین انسان رو میبینیم توی یه شهر نمیتونه زندگی کنه. چرا؟ چون که فلانی توی این شهره، من از این شهر باید برم بیرون. این شهر این با اون وسعتش براش تنگ میشه. اینجا نمیبینیم که ببینیم طرف اینقدر مال و نعمت داره میره خودکشی میکنه، اینقدر همه ناز و نعمت ها براش چی شده؟ تنگ شده، بیمزه شده. اینجاست که این افراد، زیبایی اینا چی بود؟ اینا اصحاب کهف هستن، صاحب کهف نیستن، اصحابن، یه گروهی هستن. حرکت یعنی اینی که وقتی میخوای در مسیر دعوت توحید حرکت کنی برای اصلاح جامعه، چند نفر رو با خود جمع کن. کی رو جمع کنم با خودم؟ افراد صالح نیک. افراد صالح نیک رو چطور بشناسم؟ ببینید رفیق من کی؟ رفیقی که به دردم میخوره، اون کسی که تا اون رو میبینم بیاد خدا بیفتم. اگر غافل شدم از یاد خدا، منو یادآوری کنه. اگر در حال ذکر و یاد خدا بودم، به من کمک کنه تا بیشتر در این مسیر حرکت کنم. کسی که بودن من در کنار اون ایمان من رو زیاد کنه
وقتی باش میشینم علم و دانشم بیشتر بشه. هم نشین تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. همیشه در فکر این افراد باشیم، افرادی که صالحونی که ما بتونیم با کنار اونها حرکت کنیم و بتونیم در غار هم که باشیم اونجا احساس آرامش کنیم. این قصه این مؤمنان هست که اینها در اون غار موندن و خداوند متعال اینها را حفاظت کرد. اونجا چشاشون باز بود که سگی که هم همراهشون حرکت کرده بود جلوی غار بود. این همه مدت 309 سال سپری شد و اینا همچنان خوابن. کسی از اونجا رد میشه، همین سگو میبینه هیبت میکنه، میترسه چه خبره، میره. کسی جرئت نکرد که بره داخل این غار ببینه چه خبره. خب تا اینی که خداوند متعال خواست اینها بیدارشون کرد. بیدار شدن، صبح شد، آقا پاشید. پاشید. بچه ما چند وقت اینجا خوابیم؟ گفتن والله نمیدونیم، اما زیاده یومن و بابا یوم بعضی میشم تقریبا روزی ما خواب بودیم خیلی خسته شدیم. این تعبیر نشون میده جناب دکتر کسی اینو چه احساس نکردن. این حالت طبیعیه، ناخون‌ها همون ناخونه، بعضی حالا جسمشون همونه، همشون خداوند حفظ کرد. مو همون اندازه است، ناخون همون اندازه است، پوست همون پوستی، یعنی اینا هیچ احساس نکردن تغییر 300 سال. همه اینها ببین اصلا اینها احساس نکنن از قدرت خدا به دور نیست. اما میبینیم حتی خداوند متعال اسبابی که اصلا اینجا انسان وجود نداره که به اصطلاح اینو بچرخونه. حرکت خورشید که اینا بهشون اینجا خب زمستون میاد، تابستون میاد، سرد میشه، گرم میشه. اینا نه سردی رو احساس کردن نه گرمی رو. چرا؟ این خورشید طوری حرکت میکرد که این فضای به اصطلاح دمای غار حفظ بشه و مستقیم هم بهش نخوره تا نسوزند یا به اصطلاح اذیت نشن. نمیدونم هر خودشون هم قلط میخورن تا اذیت نشن. چشاشون هم باز، خواب با چشای باز. تمام اینها که خداوند متعال اینها رو مهیا کرد تا این افراد بمونن و این مدت زمان بگذره. 309 سال گذشت، آقایون بیدار شدن. چی شد بچه‌ها؟ نمیدونیم والله، یه روزی یا نیم روزی ما خوابیدیم. یکی گفت آقا ول کنید، چقدر خوابیدیم مهم نیست، مهم اینه که گشتمونه. اینو 300 سالی چی نخوردن؟ هیچی هم نخوردن. سبحان الله. یعنی این یکی از الله تعالی وقتی بخواد نگه داره نگه می‌داره. این پوست همون تراوت شما الان نصف روز چیزی نخوریم آخر روز ضعف میکنه میافتیم. اما همین رو الان داره خداوند به ما نشون میده. چقدر افرادی هستند که آقا میگن در فلان جا قبرستونی رو نمیدونم چی میکردن، یه جسد اومد بیرون. جسدی که میگن که آقا این 400-500 سال پیشه که وفات کرده. تا الان برخی از جسدهای پیامبران تا الان زیر خاک همونطوری که اصحاب کهف بودن همونطور سالم موندن. اینا قدرت هایی که خداوند متعال به ما نشون میده که ای بنده غافل، کجایی تو؟ فردا که مردی خداوند همینطور هم بیدارت میکنه. این مرگ مثل بیداری، فردای قیامت همینطور بیدار میشی. رفتن دنبال غذا. یکی از بچه‌ها بره یه غذای خوب بیاره ها. خب ما خیلی گرسنه نمونه. خب الان اینا چی پیششون هست؟ سکای پولایی که اون وقتا استعمال 300 سال پیش، پولای عتیقه نقره‌ای. این بنده خدا رفت که اونجا خرید بکنه، تا پولو داد، اون طرف دید این پولو از کجا آورده؟ حتما وقتم که اومده تعجب کرده تو بازار که اون بازار نیست. طبعا این که اومد دیگه تو شهر خودش بود، اما موضع باش که کسی منو نبینه و فلان. اونجا شهر عوض شده، مردم عوض شدن، لباسهای مردم همه چی عوض شده. فکر کرد شاید اشتباهی اومده. وقتی اومد پولو داد، اون طرف فکر کرد که این حتما گنجی پیدا کرده. آقایون گنجو پیدا کردی به منم میدی؟ چه گنجی بابا؟ پولمه. با دعوا و فران و آقا این گنجی پیدا کرده. مردم جمع شدن. چه خبره مردم، شما چیتون شده؟ همه دارن نماز و عبادت و اینا مسلمون شدن. چه خبر اینجا؟ بعد اومد قصه شون رو تعریف کرد که آقا ما این حرفا رو که میزد، مردم اون چیزایی که شنیده بودند از پدراشون و اونا بیادشون اومد. 300 سال پیش این نکنه که از همونا باشن. خب
حرف رو رسوندن به پادشاه، پادشاه مسلمون است، از اهل ایمان، قصه اینا رو شنیده، اومد نکنه که شما از اونا باشید و اسم کیا؟ اسمم فلانی، اسم رفیق، اینا همون هم باشن. دنبالشون کردن، مردم حرکت کردن، رفتن تا جای غار. گفت که بابا شما صبر کنید، اینجوری رفیقای من ببینن شما رو فکر میکنن که من دستگیر شدم، اومدید که اونا رو دستگیر کنید و هول میکنن. اجازه بدید من برم بهشون اطلاع بدم. رفتن که اونجا اطلاع داد که بچه‌ها ما میدونید چقدر خوابیدیم؟ 309 سال ما خوابیدیم. نه با خدا چطور شد؟ این تو قصه رو تعریف کرد. گفت که ما پس خدای ما همینطور که راحت خوابیده بودیم، ما دیگه ادامه بدیم، ما رو ببر پیش خودت، دیگه ما نمیخوایم، این جامعه مسلمون شده الحمدلله، نیازی به ما نیست، اما ما دیگه چیکار کنیم؟ اینجا کسی رو هم نداریم. و اینا باز خوابیدند و فوت کردند و رفتن. این قصه، فقط این قصه رو به ما باز کردیم که عزیزان وقتی سوره کهف رو میخونن با تدبر اشتهاشون باز بشه، این قصه رو از سر نو با سوره کهف بخونن. جناب دکتر ما 1-2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. من فقط تو این 1-2 دقیقه فقط میخوام که ما اصحاب کهف رو که الله متعال یک سوره بزرگ رو به نام اونها کرده، 110 آیه است سوره کهف، و حکایت رو همجوری که شما اشاره فرمودید چند تا جوان ایمان آوردن و رفتن غار، 309 سال خوابیدن، دوباره اومدن دوباره رفتن غار. خلاص یعنی هیچ اتفاق آنچنانی که ما انتظار داریم نیفتاده. این چی میخواد ما برسونه؟ مهمترین درسی که ما از این اصحاب کهف باید بگیریم چی هست؟ ببینید در آخر این درس خودش، قبل از این البته این افرادی که اومدن اونجا رسیدن به اصطلاح به اصحاب کهف. ببینید اینا 2 نوع افراد بودن. یه افراد عالم دانشمند اهل علم که اینا چی بودن؟ فقالوا ابنوا علیهم بنیانا ربهم اعلم بهم. بچه‌ها سر غار رو ببندیم، وفات کردن، این قبرشون بشه، خداوند هم آگاه تر است به. اما بعضی دیگه که عاطفه و احساسات دارن، پول دارن، قدرت دارن، رشد ندارن. اونا اومدن چی گفتن؟ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ای بابا اینا بودن باید اینجا یه مسجد درست کنیم، اینجا یه مزاری باشه یا قبری باشه برای امامزاده باشه فلان باشه. جناب تو یه مؤمن از فتیه از این جوون مردا باش، قبر و مبر و اینا رو بذار کنار، همه چیز تو بذار برای خدات. بعد از اصحاب کهف ببین خداوند متعال به ما چی میگه؟ واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک. قرآن رو بخون، تدبر کن در قرآن. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم. با افراد نیک و صالح همراه باش. اینا درسایی هست که قرآن داره به ما میگه. وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جامعه کجا میره همه این کار رو میکنن، همه اینجوری رسم و رسومه، اینا رو بشکن. بگو هر کی میخواد هر کاری دلش میخواد بکنه، اما من نه، من با حقم، من کار حقو میکنم، من راه حقو میرم، من حرف حقو میکنم، همه زندگیم، ازدواجم، زندگی، مسیر زندگیم همش با حق هستم. دیگران چی میکنن این به من ربطی پیدا نمیکنه. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. اونایی که ایمان میارن و عمل صالح انجام میدن مطمئن باشن که هیچ چیزی از کارشون ضایع نمیشه و خداوند همه چیزو فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. کسی که یه ذره خیر میکنه این رو خداوند براش ثبت میکنه و روز قیامت خواهد دید. خیلی ممنونم جناب دکتر. گرچه داستان بفرمودید شما، ما فقط یک کلیدهایی از داستان رو شما اشاره فرمودید. ان شاءالله بینندگان عزیز داستان رو به صورت تفصیل تر خودشون پیگیری خواهند کرد. صحبت تا خدمت بینندگان است. اینی که ماه قرآن هست، ماه رمضان، شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدى والفرقان. این هدایت است، بیان هست برای مؤمنان. در این ماه با قرآن انس بگیریم، قرآن رو به صورت عملی. وقتی که از پیامبر پرسیدن و گفتن که پیامبر کان قرآن یمشی علی الارض، پیامبر یک قرآنی بود که با 2 پا در بین مردم راه میرفت. قرآن از ما میخواد که ما چنین باشیم. این دستورالعمل زندگی ماست. اخلاق قرآنی، رفتار قرآنی، اینی که ما بیاییم تو تیوار قرآن رو بخونیم، این قرآن از ما نخواسته.
قرآن میخواد که ما این قرآن رو بفهمیم، تو خودمون، تو جسممون، تو راه رسممون، تو زندگیمون اون رو به اجرا در بیاریم. اون وقتی که ما میشیم چی؟ متقین. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اونایی که به اصطلاح میگن که آقا ببین روزی، صحت روزی است، زن و بچه روزی است، مال و ثروت روزی است، جاه و مکانت اجتماعی روزی است، احترام مردم به شما روزی است، رفتار درست شما روزی است. همه این روزی ها رو وقتی به دست میاری که تقوای الهی پیشه کنی و راه رسیدن به تقوا هم قرآن کریم. جزاکم الله خیر. تشکر میکنم جناب دکتر از حضور شما در این برنامه و همچنین از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و روزه‌داران که تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید. در لحظات ارزشمند افطار و سحر حتما ما رو از دعای خیرتون فراموش نخواهید کرد. از الله متعال برای همه گذشتگانمون رحمت، بخشش و مغفرت و برای خودمون استقامت تا آخرین لحظه حیات رو از الله متعال خواهانیم و حتی برنامه بعد همه شما عزیزان به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار شما. Hey